مغز تو دقیقاً مثل یک عضله است. هرچی بیشتر بهش فشار بیاری و تمرینش بدی، قوی‌تر و خفن‌تر میشه. امروز اومدم 4 تا تمرین فوق‌العاده ساده رو بهت یاد بدم که قول میدم فقط با چند دقیقه در روز تمرکزت، حافظت و سرعت فکر کردنت چند برابر بشه. آماده ای سطح مغزمون رو ببریم یه لول بالاتر؟ تمرین اول یه تست سرعت و تمرکزه. به این جدول نگاه کن. اعداد 1 تا 25 در هم کنار هم چیده شدن. مأموریت تو چیه؟ باید از 1 شروع کنی، بعد 2، بعد 3 و همینطور تا 25 رو به ترتیب پیدا کنی و لمسشون کنی. چالش اصلی اینه. سعی کن این کارو زیر 30 ثانیه انجام بدی. شاید بار اول بالای 1 دقیقه طول بکشه و نتونی. اصلا نگران نباش. نکته مهم اینجاست که فقط با روزی 5 دقیقه تمرین، تمرکزت، سرعت پیدا کردن چشم‌هات و پردازش مغزت فوق‌العاده بهتر میشه. همین الان میتونی توی گوشیت سرچ کنی و امتحانش کنی. تمرین دوم، چالش چشم بسته. این برای تقویت حافظه و آگاهی توه. میدونم شاید یکم عجیب غریب به نظر بیاد، ولی بهم اعتماد کن. این 3 تا کارو بدون نگاه کردن انجام بده. اسمتو روی یک کاغذ بنویس. یک دایره ساده بگیر. اسمتو توی گوشیت بدون نگاه کردن تایپ کن. ببین چه اتفاقی میفته. وقتی تو حس بینایی رو حذف میکنی، مغزت مجبور میشه مسیرهای عصبی جدید بسازه و این باعث میشه آگاهی فضایی، حافظه عضلانی و قدرت یادآوری ذهنت فوق‌العاده قوی بشه. فقط روزی 2 دقیقه انجامش بده. میبینی حافظت توی همه چیز بهتر میشه. تمرین سوم، قدرت دست غیرقالب، یعنی انعطاف پذیری و هماهنگی مغز. از الان به بعد قراره یه بازی متفاوت رو شروع کنی. کارهای روزمره‌ات رو با دست مخالف انجام بده. اگه راست دستی با دست چپ مسواک بزن، یادداشت بنویس یا حتی با گوشیت کار کن. چپ دستا هم برعکس. اولش عجیبه و اعصاب خورد کن. انگار تازه داری راه رفتن یاد میگیری. ولی علم میگه استفاده از دست غیر مسلط باعث میشه ارتباطات جدیدی بین دو نیمکره مغز ساخته بشن. مثل این میمونه که داری اتوبان‌های جدیدی رو توی مغزت میسازی. اصلا همین الان امتحان کن. سعی کن با دست غیر مسلطت همین ویدیو رو لایک کنی یا یه کامنت بذاری. دیدی چقدر نیاز به تمرکز داره؟ همین سختی که حس می‌کنی یعنی مغزت داره قوی‌تر میشه. اگه فقط یه هفته هر روز این کارو بکنی، می‌بینی هماهنگیت بهتر شده، سرعت فکرت بالاتر رفته و توی حل مسئله قوی‌تر شدی. چهارمین تمرین و آخریش، چالش رنگ و کلمه برای تمرکز لیزری. این یکی واقعا با ذهنت بازی میکنه. کلمه‌های رنگی رو می‌بینی اما هر کلمه با رنگ دیگه‌ای نوشته شده. وظیفه تو اینه فقط رنگ رو بگی، نه کلمه رو. مثلا اگه کلمه قرمز با رنگ آبی نوشته شده، باید بگی آبی. ساده به نظر میاد، مگه نه؟ خب بیا همین الان تستش کنیم. می‌بینی مغزت به صورت خودکار میخواد کلمه رو بخونه، اما تو باید جلوش رو بگیری و فقط روی رنگ تمرکز کنی. این همون اثر استروپ معروف و مرکز کنترل مغزت رو تمرین میده. این تمرین بهت یاد میده که چطور به تمرکزت دستور بدی، حواس پرتی‌ها رو نادیده بگیری و سریع بین کارها جابجا بشی. فقط روزی 3 دقیقه تمرینش کن. قول میدم تمرکزت مثل لیزر بشه. اینم از 4 تا تمرین خفن مغزی که میتونه قدرت ذهنیتون رو متحول کنه. حالا ازت میخوام فقط یکی از این تمرینا رو انتخاب کنی و همین امروز فقط 5 دقیقه امتحانش کنی. توی کامنت ها بهم بگو کدوم تمرین بیشتر نظرتو جلب کرد.